به نام خدا. در این ویدیو ما میخواییم به شما آموزش بدهیم که داشبورد لابلا را خوب بفهمین و همچنان مدیریت کیس ها را. در این ویدیو انشالله کار میکنیم. همونطور که میبینین این صفحه داشبورد لابلا است و یک داشبورد بسیار دقیق، بسیار ظریف و بسیار مختصر. مثلا شما 4 کارت داده بالا با رنگ‌های مختلف میبینین. کارت اول به معنای سفارشی امروز یا سفارشات امروز، یعنی به این معنی که امروز هر قدر کیس از کلینیک آمده بود در اینجا لیست میشه. البته فعلا 0 است. باز بالاش که کلیک کنین شما رو میبره در صفحه بعدی. این تو کیس های تحت کار، یعنی کیس هایی که هنوز تمام نشده زیر کار است. ممکنه وقتش مانده باشه یا ممکنه حتی از وقت تعیین شده که با کلینیک و مشتری گپ زدن تیر شده باشه. مثلا شما رو اینجا میاره. و کلینیک های بدهکار، یعنی کلینیک های که هنوز قرضدار است و عواید امروز که امروز چقدر عایدات داشتین. در بالا شما حتی میتونین نام لابراتوارتان، آدرس، نمبر تماس یا حتی لوگو رو میتونین کلیک کنین. لوگو رو مثلا بزنین. ما لوگو رو فعلا انتخاب میکنین به عنوان مثال. یعنی لوگو مثلا تغییر کرد، حالا که برین لوگوی شما تغییر کرد. دیگه در این قسمت دو دونه گراف هم میتونین ببینین. یکی این گراف نوشته است تعداد سفارش کیس ها تا 6 ماه اخیر، یعنی در 6 ماه اخیر کدام کیس ها سفارش داده شده. گراف بار میگه یا بار چارت میگه. همونطور میبینین به شکل میله هاست. این میله بالاترین حد داره به این معنی که این کیس بیشترین سفارش در 6 ماه گذشته داشته. این چی است این کیس؟ اینجا میتونین ببینین پریگولد یا بالایش هم نوشته است. دیگرایش مساوی است و همینطور میتونه کمترین یا بالاترین میزان سفارشات در 6 ماه اخیر نشان بده. و اینجا گراف حلقه‌ای داریم به نام پای چارت میگه، یعنی گراف پای یا دایروی با رنگ‌های مختلف. اگر کیس ها زیاد بود چی نوشته است؟ میزان عواید امروز، یعنی میزان عواید امروز بر اساس کیس ها. این خب مجموعه عواید امروز است که 1000 افغان است. باز دانه دانه یکی یکی برای شما بسیار دقیق نشان میده با نام های مختلف، با رنگ های مختلف که کدام کیس امروز و چه مقدار عاید داشته. خب میریم بخش کیس ها رو شروع میکنیم. ایمینه بغلی اینجا میاییم. آمدیم در بخش کیس ها، یعنی مدیریت کیس ها که شما کدام کیس ها رو معمولا برای کلینیک ها برای مشتریانتون عرضه میکنین. همینطور میبینین این کیس ها هستن. همینطور مثلا خیلی زیاد بود صفحه بعدی میتونین برین، در صفحه قبلی، صفحه بعدی حتی ممکنه خیلی زیاد شده که صفحه ها اینجا لیست میشه میتونین برین، یا از اینجا میتونین برین از این قسمت دیگه. یا مثلا اینجا میتونین شما بالای هر کالم که هست، اینجا زیر هر کالم قسمت جستجو وجود داره که جستجوی عمومی است. اینجا دیلتان از استفاده میکنین. دیلتان از هر کدام راحت هستین، اما ما با این راحت هستیم. مثلا میتونین جستجو کنین فول، یعنی کلا بسیار دقیق برای شما شکل لایف میاره. میتونین به اساس رنگ جستجو کنین، میتونین به اساس مثلا قیمت یا به اساس توضیحات میتونین، حتی میتونین حذف کنین، تغییرات بیارین. نامش اشتباه است، نام دقیق نیست، میتونین از اینجا بزنین بسیار آسان اصلاح کنین، یا میتونین حذف کنین. مثلا حذف شد. حتی میتونین در پی دی اف و اکسل ببینین کیس هایتانه. یعنی میتونین مثلا در پی دی اف ببینین، پرینت کنین، پیشتن قید کنین، یعنی اینجا لیست میشه، لوگوی شما، نام لابراتوارتان نشان داده میشه. میتونین یک کیس نو اضافه کنین، بسیار آسان یک فرم پر میکنین، بطن ثبت میزنین، خلاص. و میتونین حتی میتونین سرچ کنین، یعنی به اساس الف باز الف تا یا بیا یا از یا تا الف بیا. یک بار بزنین از الف تا یا، یک بار بزنین از یا تا الف، یا انگلیسی بود از ای تا زید تا، یا به اساس قیمت بالاترین قیمت بیار، از بالاترین قیمت شروع به طرف پایین برو، یا از پایین ترین قیمت برو مثلا. یا میتونین نتایج پنهان کنین، ممکن نمیخوای میره ببینن. دیگه میتونین مثلا کم زیاد کنین، اگر دیده نمیشه مثلا از وقتایی جمع میشه شما میتونین میرن ارزش زیاد کنین تا دقیق ببینین. اینجا میزان نشان میده مجموعه کل کیس ها، یعنی کل کیس هایی که ثبت شده که قیمتش داده باشین، یعنی 8300 افغانی است. اما خیلی کیس ها رو ما قیمتش 0 مونده. دانه دانه میتونین ایدیت کنین، باز اینجا نشان میده دقیق. خب تشکر از توجه شما. این بخش بود ترینینگ داشبورد و کیس ها. امید که این موردی توجه شما قرار گرفته باشه.